حالت ترکیده هستیم همین الان، چون کلا نخوابیدم. از 7 صبح بیدارم. الان 1 صبح، 2 صبح، 2 شب همون تایم هست و نزدیک فکر کنم 17-18 ساعته بیدارم. 6 صبح بازی ایرانه و من سر کارم ترکیدم، خستم، دارم میمیرم. چون دیشواشرم مرخصی خودم توی جارو زدم. چی شد؟ به بچه اومدن سر شیفون. عشقم چی گفتی؟ به اونی میرسه که 6 صبح بیدار میشه، حتی اگه 5 خواهد. یه دو بار گوش کن، ما راجع به 6 صبح صحبت نمی کنیم. 6 صبح تا حالا به خودت همین 2 نیم با من خدافظی کردیم. Good morning my neighbors. اگه اومدی تو قرار نبود سبیایی نمید. من منتظر بودم نهی جریمت کن. عرب کردی رو زمان بالا سرش بایستاده بودم. خدا شهده سا بالا سر نوید بایستاده بودم. هده ما رو نگاه میگه منتظر بودم دومی به زور فرستادمش بیاد. نمیخواست نوید قرار بود 3 به ساعت 5 تو منو دومیم زور کردی بیام. نوید بستی؟ نوید اصلا یه لحظه اصلا چیه؟ شما قرار بود 3 بیاد. خب الان نیومدم. اکی اومدی؟ 4 باتل پرتقال دادم یه باتل تبریزی چی میگی؟ ما میومد اون ورزن من اونجا خواب بود. خوب بودی سلطان، روحت که نمیتونه با من ارتباط برقرار کنه. روحت که نمیتونه من نگرم ببین یهو مشام اومدم 1 ساعت بیشتر نخوابیدم. من همون 1 ساعتم نخوابیدم، شبیه زامبی ها. از ساعت 3 قبل 3 داشتی چی کار میکردی؟ منم نخوابیدم. داشتیم با 260 گرم من فوتبال. فوتبال چی داشت؟ فوتبال چی داشت؟ یعنی از هرچی جام جهانی و هرچی فوتبال و هرچی تیم ملی و I had all that. اما ایرانی سویت اومدم 4 باتل پرتقال دادم دست سلطان و اینجوری بغل کرد میگم جان مادرت نندازیشون دیگه حال ندارم برم میگیرم. بقیه لیست تو زدیم. الان بیاد برو خوب خریدی برو. یه آدم موفق اون منم سر صبح ادام خیلی خوبه. یا ما 5 صبح میریم اداره واسه کارهای تجاری. تجاری آفرین. همه رو زدم عشقم کشید من به همه خیرم رسید حالا آمارم اونو تو پیجم ببین پاچیم نمیشم با کسی خودمون زیادی نمیدونم چقدر پول دارم ضعیف ریاضیم خودتون شماره کی؟ سباب شما من نخوردم حالا یادم افتاد. و من یادم افتاد که شما تو نگرشم قرار صبح بخورم. قرار صبح کره کنیم تو ما. بریم واسه ورزش صبحگاهی. بیاید بچه همه با هم. حالا دستا بالا. درجا باش. یه عجب نظام هم بگیریم تمومه. بریم همه بچه حالا همه دستا رو سر یه قل بدین بچرخیم به سمت راست. با دسته تاش نتونستم اینه که اصلا رئیس میرم یکم بازیش خوشگل مشکل کردیم نه عزیزم خوشگل کردیم ولی در حال آرد زدن. بریم برای فیلم‌های اول. سم جان بیداری یا هنوز خوابی؟ ممنونم.
یه دونه ساعت دو ساعت تو به یه دونه بگو عمو اونطوری که عرفان میگه. چی میگه عمو؟ اونطوری که عرفان میگه. بابا عرفان نمیگه عرفان میگه کج خودتی. لطو ایدی کش نمیشه. لطو ساعت 35. آقای صادق میگه نمیتونم فراموش کنم اون همه داستانو. امیررضایان کو رامین امیررضایانه که برای نشون بده کجا رامین عشق تیم ما رامین بال ندیده مثل تو رامین باب سنجی چرا؟ لباس باب سنجی چی شده؟ دقیقه 75 ما دیگه جا نداریم بچه. الی فقط اینجا بوده آیتم زده. الی فقط اینجا بوده آیتم بچه از اینا که اصلا استفاده نمی کنیم داریم الان استفاده. آره من همچنان در حال قهوه خوردن آیس آمریکانو دارم که کسی رو چیر ندارم. آیس آمریکانو خورده 106. حال من خرابه. این چیه دستمه هی میگم بستمه نکنه شرابه. سهر خوبی؟ تموم شد. بابای شاید خیلی ندیده باشین ایشونو نشناسین. بچه‌های بار هستن به نام امام علی. این سرصدا میاد بی سرصدا میره. آره یه هر از گاهی میاد صداشو در نمیاد ریا نشه. ببینید برامون آب پرتقال آورده. امروز خرما آورده بود اتفاقا. بچه خیلی دوستتون دارم. ویدیو بعدی میبینم. بابای.